مکانیزم ماشه چیه؟ تصور کن یه دکمه جادویی وجود داره که میتونه همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رو تنها با فشردن اون برگردونه. این همون چیزیه که به اون میگن مکانیزم ماشه یا اسنپ بک. یک توافقی که با یک حرکت میتونه بازار نفت، ارزش پول و حتی احتمال جنگ رو زیر و رو کنه. تنها چند ساعت تا پایان آگوست 2025 باقی مونده و اروپا، یعنی همون بریتانیا، فرانسه و آلمان، تحت فشار برنامه هسته‌ای ایران تهدید کرده که ماشه رو میچکونه. مکانیزم ماشه طوری عمل میکنه که تمام تحریم‌های سازمان ملل فقط با یک نامه و بدون نیاز به رأی‌گیری اتفاق میفته و هیچ کشوری حتی چین و روسیه نمیتونه جلوش رو بگیره. عجیب‌تر این که این ابزار فقط تا 18 اکتبر 2025 فعاله و بعد از اون مثل یک زامبی بی دندون خواهد بود. ادعای اروپا اینه که ایران بیش از 400 کیلو اورانیوم با خلوص بالا ذخیره کرده و اورانیوم رو تا 60% غنی میکنه. به همین خاطر به تهران تا پایان آگوست مهلت داده که بازرسان آژانس رو بپذیره و با آمریکا مذاکره کنه. تهران پاسخ داده که خروج آمریکا از برجام حق اروپا رو برای استفاده از ماشه از بین برده و اگر تحریم‌ها برگرده ممکن از معاهده عدم گسترش سلاح هسته‌ای خارج بشه. اگر ماشه کشیده بشه قطعنامه‌های قدیمی شورای امنیت دوباره زنده میشه، مثل ممنوعیت فروش سلاح، محدودیت موشکی، مسدود شدن دارایی‌ها و سفر. این فقط نوک کوه یخه.